باشه سب کنید داریم بچه آلفازیکس مستر هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی بسیار وحشتناک و با مجازات به همراه ابوالفزیکس مستر و علی که اون پشت نشسته. قراره توی این ویدیو با همدیگه وان بلاک بازی کنیم و این قسمت اول وان بلاکمونه بچه ها. این سری جدید کانالمونه و قراره وان بلاک بازی کنیم و میخواستم توی قسمت اول یه چالش خیلی باحال بذارم. هر کدوممون که بمیریم مجازات میشیم. اگه علی بمیره چند تا از سیدیای انیمیشنشو میشکونم و اگه من بمیرم با استفاده از این ماشین ریش تراش خودم رو باید چیکار کنم؟ باید ریش پروفسوری برا خودم بذارم. یعنی اینجا رو میزنم میشه ریش پروفسوری. کار کنین که هیچ کدوممون نمیریم وگرنه بدبخت میشیم و در ضمن نباید همدیگرم بکشیم. اگه بکشیم مجازات برا اون یکی میشه. اینجوریه. برو بریم سراغ این ویدیوی خیلی خفن. لایکشو بتره کنین. Here we go. الان دوتامون روی یه بلاک هستیم و اگه جون بخوریم ممکنه یا همو هول بدیم یا اینکه یه گند دیگه بزنیم. بعد بلاکا رو بشکونیم. هر دفعه که میشکونیم به یه سطحی میرسیم، یعنی باید ماینشون کنیم و هر دفعه بهمون یه چیز خاص میده. خب بعد با اون بعد بیسمون رو بزرگتر کنیم و خلاصه همون ماینکرافت رو تمومش کنیم، اما از یه بلاک همه چی شروع میشه. و اینجا هم فیس علی، اسکین علی خدایی یکی از خفن ترین اسکینایی که تا الان دیدم. اولین بلاکو کی بکنه؟ خودم میکنم. من کردم. بذار من بیسو بزرگتر کنم حداقل از تو یکم فاصله بگیرم. دوباره اومد برام. اسلب بذار. تو اسلب میذاشتی؟ اسلب میذارم. من چوب دارم در میارم. اسلب بذار. این اومد پیش من. تو چسته چیه؟ چیزه نگه داری ها. یکم برو اومدن. یکم برون بره. چجوری اسلب میسازن؟ باید یک کرافتینگ بسازم. کرافتینگ ساختم. سب کن یه خورده بیس بزرگتر. علی هیچ آیتمی و کنار بیس نذار. الان فقط درت بکن. هر چی داری ذخیره کن. اینجا از اینجا فاصله بگیریم. این به درتر هم بد جایی گذاشتی. حالا مهم نیست. بذار. علی درت چقدر داری؟ درت به من میدی؟ درت به من میدی؟ بده به من. همشو بده به من. من بیسو درست میکنم. بنداز. بیسو بده. خیلی خوب. درتا رو بنداز برام. خیلی خوب. علی تو هیچ بلاکی نذار. من میدونم جاشو کجا بزن. یه لحظه صبر کن. خب اینجا کلا بیسو از این چیزه جدا. وای خوکی. بذارش باشه. کاریش نداشته. چرا انداختیش؟ درت دوباره پیدا کردی؟ این درخته چرا میرن عقب میندازی یه چیز؟ چرا خب درت برام میندازی؟ درت آره بنداز. همه درتاتو بنداز. مهم نی. من دارم بیسو میسازم. آره کرافتینگ هم میذارم. علی هر چی همه چیو برای خود. فقط هر چی درت گرفتی بنداز برام. چرا میری پایین؟ زیر چی به؟ بذار سب کن منم بیام. بذار نه بر نده. علی بمیرم بدبخت میشم. بعد علی اگه به دست تو بمیرم خودت مجازات میشی. نباید چیز کنیم. اگه بمیرم باید ریش پروفسوری بذارم. آره علی الان بذارم اینجا میفت. افتاد. باری گراول. نه گراولا رو نیاز داریم برای فیلینت. خب بذار اینا رو داشته باشم. خب علی همینجا بکن. اصلا هیچی نذار. فقط درت بده به من. وای چقدر چوب. تورچم بود. تورچه رو برداشتم. اینم رفتیم سطح بعدی. به خاطر همین داره ازش قلب میاد بیرون. الان میره بدراک. صبر کن ببین. آبگراید شدیم. علی درت چقدر داری؟ بنداز. همه رو بنداز. نه نکش. علی وای میخواستم اینجا رو بنداز برای من. درتا رو آره از اون ورش بکش. میخواستم فقط یه چیز صاف بکشم تا اینجا بیس و این ور بسازم. کلا این جدا باشه. فقط بیاین برداریم. الان تو یه چیزی بگم. خدا بگم چیکار بده من اینجا. من درتا رو نه بیس با منه. تو فقط بکن. این ور رو چقدر درت داد ایول. خیلی خوب. من 10 تا درت گرفتم. خیلی خوب. علی داشتم اینجا رو چیز میکردم. خیلی بزرگش کردی. خیلی خوب.
از اینجاش میریم، از اینجا به بعد شبم داره میشه. خیلی خوب. از اینجا به بعدش دیگه میتونیم از چوبت هندی. چست نیاز داریم. خیلی خوب. من اینا رو بذاری اینجا بعد بکنیمشون. خیلی خوب من چیز میکنم. بیا هندونه. Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llama a tu amiga pa' que hagamos una actividad. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder. Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Esté puesta, dime si estás puesta pa' beber. Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Dime si me sigues, nos vamos pa'l hotel. اوکو بذار باشه. بذار باشه. آره اونور با بذاریم. سکو من میذارم. آه. خیلی خوب سکو. داره درت میده. سکو من درتاشو بکنم. سکو. Tú eres la primera, pa' ti no hay un top ten. And I'm rolling with a couple of people I know well. No, I can keep a secret, you know that I won't tell. Tu blanquito pelirrojo, rojo. Los que te tiran son flojos, flojos. Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. چی گان؟ آب. گاو من فکرم گفتی گان. اکا یه جا برای حیواناتمون هم درست. علی نیا کن اینجا دیگه دو طرفش نمیخواد بلاک بذاری، فقط این سطح رو با پر کنی. تبر بسازم. چوب نداری؟ تبر بساز. آخ جون دوباره چیز درت. چی چیزه؟ باز من یکم گوسفند نگه کرد. نمیکشیمش. بابا چرا من این لفت میخورم؟ شیت ای بابا. وای علی نمیدونم از چی؟ چی؟ وای علی صبح داره میشه. آخ چون صبح داره میشه. مثلا میشه یه بار کریپر بده؟ نه جدی دارم میگم. کریپر میده یهو. یا خدا. بابا میگه که او بلیز می او کس می او فیدر می بدبختیم پس. من میخوام سریع اینا رو بکنم برسیم به سطح بعد دیگه نکنم. اوه چقدر خروس باحاله. این گاو کنارمه، اون گاو هم این خروس وایساده کنارم. جان من همونم که برات میمیرم. خوبه دیگه همینقدر بسه. چی؟ همینقدر زفره بود. خوبه. آخ آره دیگه از اینجا به بعد دیگه فقط من درت میذارم. من نمردم هنوز. تو هم نمردی. تو خوش به حالت لف میخوری نمیمیری. وای خیلی بزرگ شد. عالی شد. من ببینم چیا دارم. الان اینا رو میکنم. فرات چی؟ من همونم که فرات. علی دیگه فقط درت بذار دیگه فعلا که بتونیم چیز کنیم. بعد این حیونا هم باید یه جا گیر آره لف خورد. مرغ گاو. گاوست که کنارم مثل مرغ خیلی خوکی که مثل گاو وایساده کنار من که ادای شطور رو در همه حیونا. این تخم مرغ رو میذارم تو سر گاوه که گوسفند در بیاد ازش. همین تخم مرغ رو میگیرم میزنم تو صورت تو نه جدی جون ننت کجا مرغ در بیاد. جان بگم میزنم تو مرغ در بیاد. میزنم تو باسنش مرغ در بیاد. تو گاو کوش چوب گذاشتم که با بیت کنده نشه. من زیرش ندرایت گذاشتم که با دایمند کنده بشه.
چی؟ 137 تا بلاک کردی. علی من چند تا بلاک الان کردم؟ منو نگاه بالا سرمو نگاه. حالا 145 تا. من از تو بیشتر کردم. من چند تا؟ تو 137. بدرا رفتیم سطح بعدی آپگرید شدیم. آیتم دیگه علی از این چیزا داری بیرچلاگا همین درخت سفیدا. آره بدشون به من میخواد. همون همون سپلینگشو بده. سپلینگش نه خودشو. تو باش. اوه سنگ داد علی اولی سنگ وای بکن. علی گفتم بکشیم تو مجازات میشی ها. علی دیگه آخرای چیز هستیم این قسمت هستیم حواست باش گند نزنی بخوای منو. شومه تو بدنم. نزد علی بمیرم خودت میدونی دیگه چی میشه. نه علی بکن. نه دیگه نمیام گفتم دیگه نمیام. شوخی کرد گفتم شوخی کرد باش باش لف خوردی فکر. ای بابا باشه چرا یهو برمیگردی مثل هیروبراین برمیگردی؟ گفتم باشه دیگه. نه گفتم باشه دیگه. علی دارم میمیرم علی علی میمیرم. اصلا باشه من اصلا بیام بردارم تو بخوای منو بکشی مجازات میشی. فوی باید سنگ بکنی باید چیز کنی سنگ کنی. بذار من سنگ میکنم. اینجا نبود. علی نکشین 2 تا قلب بیشتر ندارم ها. چی شد؟ پینکت لفت خوردی. ای بابا اشکال من نمیکنم تا تو بیای. مشروم کو داد؟ آره غذامونم جور شد. مشروم کو داد؟ غذامون جور شد. مرسی برای 5000 تومان دونیت. سوپ مشروم کو سوپ مشروم کو دارم. داری؟ آره. نگاه کن بسوز. به درک چیکار میکنه؟ نهایتش چیکار میکنه؟ به چی؟ همه چی سیر میکنه. من الان با هندونه دارم سیر میشم. آیرون نداشت. نمیدم. بکشی مجازات میشی. میگم مجازات میشی. باشه. به شرطی اول فرنیسو درست کنی. من زغال ندارم که بپزمشو میدمشو بده. اول تو آیرونامو باید بدی تا من درست کنم. باشه من میدم بهت به شرطی قول بدی فرنیسو درست کنی. خیلی خوب. بیا. یه دونه بده من. ای بابا بیا بابا. فرنیسو بده من درست کنم دیگه. نه فرنیسو بده سنگ بده من درست کنم فرنیسو. خواهش میکنم. ای موندی همینجوری. آخ نه من فکرم لف خوردی. میشه بدی داشتی درست میکردی. بلا چسته نیا که اینجا مثل اون لگی. خب مثل کرافتینگ تیبل اون وره اینو بذار این ور. خیلی 2 تا چرا اینجوری خیلی خوب. اوکی حله مشکلی نیست. زغال حال کردی زغال. اسفروس هم اینقدر گرفتم میخوام ببرمش سطح به سطح بعدی نمیره فعلا. بذار یه چند تا سنگ میکنم بعدش میرم سطح. وای زامبی اسکل. وای همینجا بمیرم. وای جای حساسیم. وای نه اگه بمیرم علی بدبختم. جونم پورشه. علی جونم پورشه یا جونم لامبورگینی. Yo puedo tocar los temas
Que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren. 2 1 بریم. آه. ببین داریم بابا. Yes! ریش پرفسلی! خیلی سفید شد. وای دارم میذارم. نروت. دمت گرم. دیسش. نه داری دیگه میری روم. نمیری. حاجی منم میتونم یکم بزنم. سب کن. یکم منم بزنم. بد نشدم ولی خب بازم دوست ندارم. احساس میکنم دکترم. این حالت این همچی حسی بهم دست داده. آه خدا نمیدونم چطور شد. خوب شد بد شد. ریش پرفسوری